بعضی مردم از نمره دهن خود بالاتر گپ میزنن. از نمره دهن گپ زدن چیست؟ بعضی مسائل هست که او تعلق به یک عالم، یک متخصص، یک کسی که رشته او، مسلک او، فهم او همه در مورد علم و همون موضوعاتی که گپ میزنه، مثل مسائل دعوت هست، عقیده هست، فتوا هست، که چیز هست. بعضی از برادرها و دوستا در صفحات اجتماعی یا در رسانه ها یا در مجالس میگن والله ما مسلمان هستیم، ما تکفیری نیستیم. تکفیری کلمه را یهودی ها و نصرانی ها و مجوسی ها و رافضی ها و مستشرقین جور کرده تبلیغ مسلمان میکنه بدون از معاش به یهود. تکفیر، تو کلمه تکفیر باید بفهمی یک الفاظ شنیدن و خواندن به او عالم و ملا نمیشی و هر کار صلاحیت هر کس نیست، زیرا خطرناکترین و سختترین مسئولیت امور مسائل اسلامی و دینی هست. پس باید مسلمان به گپ زدن خود، به نوشتن خود، به ابلاغ خود، به امر خود، به نهی خود متوجه باشه که دعوای الله بودن نکنه. یک دروغ خود تیار کو به نام دین نسبت کو به الله و رسول. این دعوای نبوت و دعوای الله بودن است. نعوذ بالله، انسان کافر بالله میشه. تکفیر به معنای کافر کردن کسی. الله جل شأنه کل کفار میگه کافر است. والذین کفروا شاید از 2000 3000 بار کلمه شاید به قرآن زیاد ذکر شده باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم مشرک که به شرک اکبر است، مرتد، منافق اعتقادی را کافر میگه. پیامبر تکفیر میگه. الله تکفیر کرده، صحابه تکفیر کردن. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم کفار تکفیر نمیکرد، چگونه با اونها جهاد میکرد؟ 27 غزوه پس که به جهاد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفته، این کل قاتل است، قتل کرده، نعوذ بالله. پس اگر شما میگیم من مسلمان هستم تکفیر نمیکنم یا تکفیری نیستم، به این معنا که یعنی من با آنچه که الله کافر گفته من کافر نمیگم، با آنچه که پیامبر و صحابه کافر گفته من کافر نمیگم. یعنی من اختلاف و جنگ اولینه در برابر الله و رسول و صحابه کرام و قرآن است، نعوذ بالله. این یک تکفیر به جا هست. الله متعال هر عمل و عقیده و افعالی که کفر گفته و رسولش کفر گفته او کفر است. اگر مسلمان به کفر او شک کنه کافر مرتد میشه. شک به قرآن است، شک به وحی است. اما این کلمه تکفیری را یهودی‌ها به این واسطه استعمال میکنند که چرا بعضی از مسلمان‌های واقعی یهود تکفیر میکنن، وقتی که یک کس تکفیر شد باز حکم جهاد و قتال هم سرش میاد. چرا نصارا تکفیر میشه؟ چرا مشرک به شرک اکبر تکفیر میشه؟ چرا کسایی که کفر و شرک انجام میدن یا طاغوت هستن، طواغیت هستن، یعنی مطیع یهودی ها و نصرانی ها و مجوسی هستن، یا در عقیده یا در اعمال یا در دفاع یا در پیمان یا در جغرافیا یا در حالات نظامی با کفار همکار هستن. خب اگر شما تکفیر میکنیم اونا به جواب شما چی بگن؟ بگن ما کافر هستیم، ملامتی خود قبول میکنن؟ و نه دیگه، اونا شما رو چی میگن؟ تکفیری. یعنی کسی که ما رو کافر گفت. اگه شما خود به لیست اجنا میگیره از جمله اونا میشین دیگه. اگه خود از جمله مسلمان ها داشته باشی باید بگی هر کسی که الله و رسولش و صحابه و دانشمندای امت او را کافر و مشرک و مرتد و منافق میگه، چی او کفر عمل است چی اعتقاد است. یک نفر از دو آیه قرآن انکار میکنه، این باید تکفیر شه، چرا که الله و رسول رو کافر میگه. یک نفر به الفاظ انکار نمیکنه، به عمل میکنه. یک نفر به عقیده انکار میکنه، میگه من هیچ بهشت و جهنم قبول ندارم، من دشمنی با کفار قبول ندارم، من جهاد قبول ندارم با کفار، من دوستی با مؤمنین قبول ندارم. مثال از یک حکم اسلامی انکار کنه، ولی مستحب باشه یا سنت باشه یا فرض باشه، اما شرطی است که او اسناد در قرآن و حدیث داشته باشه. زیرا قرآن از الفاظ او، از معنای او، از حکم او انکار کردن کفر است. الله متعال در سوره توبه آیات 64 65 میفرماید. اما عمل باز فرق میکنه. یک عمل هست مستحب است، نفر نمیکنه، گناهکار نیست، مستحب اختیاری است. یک عمل سنت است، سنت تاکید شده رسول الله صلی الله علیه و آله است، به غیر از انجام او عمل صحیح نمیشه. یکی فرائض و واجبات هست که ترک او گناه کبیره است، 100 بار نفر ترک کرد گناهکار است. یکی ای است که نفر انجام هم بده
انکار بکنه از الفاظ قرآن، از معنای او، از حکم او، از ترجمه و تفسیر او. پس اگر مسئله انکار میآید یا اعتراض و تمسخر میآید یا رشخند میآید یا دیگر کفرهای متنوع هم خیلی زیاد هست که او اهل علم بیشتر میفهمند، اگر اون نفر با کفر داخل میشه شما مجبور او را کافر بگیم اگر مسلمان هستید. اگر کافر است خب کافر گله نیست که کافر چرا کافر نمیگه. پس کلمه تکفیری استعمال کردن این خود مستشرقین در برابر مسلمان ها ساختن که هیچ مسلمان ما را کافر نگه. ولی به میانمار 78 سال میشه به مسلمان اجازه حج بیت الله نمیدن، این کار کفار خوب است، هیچ مشکلی نداره، کسی پیدا نمیشه اعتراض. 38,000 مسلمان در سوریه در یک روز مواد شیمیایی زدن، بشار اسد لعنت الله علیه و اکثر روافض سوختوندن، هیچ مشکلی نبوده، قابل اعتراض نیست. در یک روز به چیچین به 500 تا از دخترها حافظ قرآن مسلمان ها تجاوز جنسی کردن و زنا و فساد اخلاقی کردن، بعد اونها شهید کردن، اونها رو سوختوندن، هیچ مشکلی نبود. در برما پوست کردن اطفال مسلمان، به میخ آویزان کردن، لطشان کردن، اما هیچ مشکل کسی نیست اعتراض نکنه. اینا هم درست است، نعوذ بالله. پس اگه شما کافر گفتیم، مشرک گفتیم، مرتد گفتیم، منافق گفتیم، میگید یا شما تکفیریستیم، ما مسلمان هستیم، ما تکفیری نیستیم، خود تکفیری ها یک جا نشیم، خود تکفیری ها یک جا نرین، گپ تکفیری را تایید نکنیم. اگر کسی از شکم خود، از عقل خود، از فکر خود یک مسلمان بدون از دلیل و حجت، بدون از آیت و حدیث کافر میگه، خود او در کفر داخل میشه. چرا؟ این دعوای الله بودن کرده، دعوای الوهیت کرده. الوهیت شما میفهمید؟ پس اگر با دلیل میگه، پس این نقل قول آیت کرده، نقل قول حدیث کرده. پس این فتوای هر کس نیست که دو تا چپتر خونده این هم جای فتوا بده، دو روز پانتون مکتب خونده این هم جای فتوا بده مفتیشه. امروز مفتی ها جاهل و بی علم خیلی است، فرایض کلمه رو نمیفهمه، شرط کلمه رو نمیفهمه، فرایض و واجبات کلمه رو نمیفهمه، 10 احکام اصلی از عقیده اسلامی نمیفهمه، نواقض اسلام نمیفهمه. به فیسبوک نوشته میکنه تکفیری و بدون از ماست چرا به یهود تبلیغات میکنه، به نصارا چرا تبلیغات میکنه؟ الله متعال جل شانه اسباب و ذرایع وسایل داده که به ضد دین کار کنه یا موافق به دین کار کنه. یک کسی که مستری نباشه و نمیتونه موتر پرزه کنه، یک کسی که دکتر نباشه نمیتونه مریض جراحی کنه. الله متعال در قرآن میفرماید که در مورد چشم شما، گوش شما، زبان شما، فکر شما، عقل شما، هر چیزی که از بدن شما صادر میشه، شما مسئولیت دارین که او موافق به علم و سنت رسول صلی الله علیه و سلم استعمال کنیم. اگه خلاف او استعمال بشه الله شما پرسان میکنه. الله به تو عقل سلیم داده بود. به این نسبت است که الله متعال میگه که از اهل ذکر و از اهل علم شما سوال بکنید. پس دوستان عزیز، این فتوا و صلاحیت هر کس نیست که این کارو بکنه. کوشش بکنیم که از این طور مسائل کسی که تخصص به این باره نداره به چه تناب بکنه. این سبب حفظ ایمانش است.